اگر امروز ما تحلیل نماییم موافق کنستیتوسیون کشور رعایت قانون‌ها از جمله کنستیتوسیون قانون‌ها و سندهای معیاری حقوقی دیگر وظیفه مقدس هر یک انسان است و در برابر این موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات عالی کسبی و بعدی دیپلمی، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند، آموزگاران پدر و مادر عهده‌دار هستند که فرزند خود را درست تربیت کنند. آموزگار عهده‌دار است که ارزش‌های وطن دوستی، معیارهای حقوقی، ترتیبات را به دانشجویان و تعلیم گیرندگان فهماند. یعنی امروز همچون عهده‌داری است که هر کس باید قانون را داند و آن را تشویق کند. من اندیشه دارم که امروز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باب به باب، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند ماده به ماده، قانون درباره تنظیم یعنی و جشن و مراسم، قانون درباره تربیت و تندرستی شهروندان تشویق کرده شود و عالمان ساحه حقوق شناسی جلب کرده شوند که آنها توانند این معیارها را تفسیر کنند.